از روزی که توی ایران برای کسب و کار مجوز صادر میشه، ادارات عادت کردن برای دادن مجوز نظارت پیشینی کنن. یعنی به مردم میگن مدارکتو تحویل بده بررسی کنیم، بیا مصاحبه ببینیم چقدر مهارت داری، اصلا میتونی یا نه، اون موقع شاید تاییدت کنیم و بهت مجوز بدیم. به این روش قدیمی برای دادن مجوز روش تایید محور و نظارت پیشینی میگن. یعنی اول حسابی نظارت میکنن و اگه تایید کردن مجوز میدن. قوانین جدید میگن برای دادن مجوز به جای نظارت‌های پیشینی و کهنه پسینی نظارت کنیم. یعنی اول شرایط صدور هر کسب و کار رو برای همه کاملا شفاف کنیم و هر کس که خودش تشخیص داد شرایط شروع کسب و کار رو داره فقط کد ملی و نشانی محل کارش رو ثبت کنه و بره کارش رو شروع کنه و امضا هم بده که نظارت‌های پسینی و مردمی رو میپذیره. به این روش جدید برای دادن مجوز روش ثبت محور و نظارت پسینی میگن. قوانین جدید از دولت خواسته تا حد ممکن مجوزهای کسب و کار رو ثبت محور کنه تا کارآفرین‌ها معطل نظارت‌های پیشینی نشن و هر کسی خواست کسب و کاری شروع کنه و خودش تشخیص داد شرایطش رو داره اینترنتی ثبت نام کنه و در جا مجوزش رو بگیره. بعداً هم مأموران نظارت پسینی کنن و هم مشتری‌ها و مردم. از اسفند امسال اقلاً برای 300 کسب و کار خونگی مجوز ثبت محور صادر میشه و اعضای هر خونه در ایران میتونن شغل و درآمد رسمی داشته باشن.